در شهر خوجند دو قمارباز اشدی رستم عبداحدов سال تولدش 1988 ساکن جماعت نوفروج استرافشن و سعدی محیدین سال تولدش 1990 ساکن محله 13 خوجند را برای پیوسته در حدود بازار پنجشنبه تشکیل کردن قماربازی در بین مردم با نام الیک ملیک و یا قرسن توپسن معروفند دستگیر کردند. سعدی محیدین با حکم دادگاه به 10 شبانه روز حبس مأموری و رستم عبداحدов به 7 روز حبس محکوم شدند. ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغد عکس‌های این دو قمارباز را نشر کرد که چگونه در حبس به تازه کردن برف مشغولند. ریاست وزارت کارهای داخلی گفت آنها به دیگر کارهای برای جمعیت مفید از جمله تازه کردن بناها نیز مشغول خواهند شد. ریاست وزارت کارهای داخلی از این اظهار نگرانی کرده است که هرچند قماربازی کوچگی الیک ملیک و قرسن توپسن مردم فریبی روی راستند باشد، برخی به دام فریب این قماربازان میافتند و آنها از حساب مردم زود باور برای خود منبع درآمد مفت درست کردند. حقوق ویران کنندگان سعدی محیدین و رستم عبداحدov مهلت جزای تعیین گردیده را به تازه آزاده نمودن حدود بنای مأموری و دیگر کارهای خصوصیت تربیوی داشته صرف خواهند کرد. میلیسیای شهر خوجند میخواهد برای سفربر نمودن حقوق ویران کنندگان به کارهای فایده‌ناک جمعیتی طرز حیات سالم را به آنها ترغیب نماید.